حمد و ستایش بر خداوند حکیم و توانا و درود و پیامی پیاپی بر پیامبر مصطفی و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و ارجمند، فرزند این نعمت از بزرگترین و عزیزترین نعمتهای خداوند منان است. زینت روزگار، آرامش قلب، نور چشم، نعمتی که پیامبران آن را از خداوند خواستند و در فراقش اشک ریختند. اما این عطای الهی آنگاه به حقیقت نعمت محسوب است که والدین شکر آن را به جا آورند و حقش را ادا نمایند. مگر نعمت فرزند شکر و حق خاصی دارد که باید ادا کرد؟ بله والدین عزیز، شکر نعمت فرزند تنها خداوند را با زبان سپاس گفتن نیست، بلکه فرزند را با خداوند، با آفریدگاری که این نعمت را عطا کرده است آشنا نمودن است. در دل فرزند نهال محبت خداوند را پرورش کردن است. من و شما والدین عزیز بارها برای شکمی گرسنه فرزند دلتنگ و ناراحت شده ایم. سری وقت در اندیشه لباس مکتبی او یا لباس زمستانه او می شویم. همین که صاحب قامت می شود در پی خانه‌دار کردن او نقشه ها می کشیم. البته این خوب است، بلکه ضرور است. واجبات است بر عهده والدین که این نیازها را برای فرزندان فراهم سازند. اما باید دانست که در پهلوی تأمین غذا و لباس، در پهلوی به مکتب و لیسه دانشگاه داخل کردن فرزند، همراه با صاحب دیپلم و صاحب کسب و صاحب خانه نمودن فرزند، این چنین حقوق دیگری هست بر عهده والدین که باید ادا کنند. تربیت ناقص و خللدار همان تربیت است که به جسم فرزند، به معده فرزند دقت کرده شود، اما به قلب او، به ایمان او، به اخلاق او توجهی نشود. تربیت غلط است که فرزند را ما برای از مکتب و یا دانشگاه دیر نکردن توانیم صبح از خواب بیدار کنیم، اما برای نماز بامداد نتوانیم. والدین عزیز، من و شما آنگاه حقوق فرزندانمون را ادا نموده ایم که در پهلوی نیازهای مادی آنان نیازهای معنوی آنها را نیز فراهم کرده باشیم. در پهلوی تأمین لباس و غذا و خانه آنها باز آنها را با خداوند آشنا کرده باشیم، قرآن خوان کرده باشیم، نماز خوان کرده باشیم. در این صورت ما حقوق فرزندان خود را ادا کرده ایم. والدین عزیز، اگر خواهیم فرزندانمان صالح و نیکنام گردند، در جامعه شخصانی نفع‌رسان بر کشور و ملت و مردم باشند، اگر خواهیم در پیری خدمتگار ما باشند و بعد گذشت ما برای ما دعای نیک کنند، می باید سری وقت به آنها قرآن و اخلاق قرآنی آموزیم. دوست خارجی دارم بار نقل کرد که زنی نصرانی در اروپا پسرش را به مرکز تعلیمی پهلوی مسجد آورد و گفت من و پسرم مثل شما مسلمان نیستیم، اما لطفاً پسر مرا در این حلقه های درس که به کودکان خود قرآن و اخلاق می آموزید، پسر مرا نیز پذیرید. از این آداب و اخلاقی که فرزندان شما دارند پسر من نیز آموزد. بعد این خاطر میگویند به فرزند قرآن آموز تا قرآن برای او همه نیکی ها را آموزد. میدانیم که در گوش نوزاد در روزهای اول تولد از آن گفتن از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم است. حکمت و فلسفه این اذان نخست در آن است که از اولین سخنانی که به گوش طفل میرسد در قلب اون نقش میبندد سخن آفریدگارش باشد. آن خالق توانا که این طفلی که چند ماه پیش عبارت از آبی بود، با قدرت خداوند آب مبدل به خونی بسته شد و از خونی بسته به گوشتپاره مبدل شد، سپس دارای اندام آدمی شده به هستی آمد. این خالق توانا را یاد کند، طبق فرموده های او عمر به سر برد، از سفارش های او قدم بیرون ننهد. حکمت از این اذان این است که این طفل چون به وایه می رسد با یاد خدا زندگی کند و در روزگار سعی و تلاش کند که رضای این خداوند را به دست آورد. بنابراین از فرضهای حتمی بر عهده والدین است که برای فرزند نیازهای معنوی او را نیز فراهم سازند، فرزند را با خدا و فرموده های او، با قرآن و گفته های او، با پیامبر صلی الله علیه و سلم و توصیه های ایشان آشنا سازند تا این نعمت مبدل به نقمت نگردد و جای سعادتمند گردانیدن والدین باعث ندامت و حسرت آنان در دنیا و در آخرت نباشد. خداوند در قرآن عظیم ندایی دارد مخصوص والدین است، سپارش مخصوص برای پدر و مادران.
در سوره تحریم خداوند عزوجل فرموده یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آورده اید خود و خاندان خود را از آتش جهنم نگه دارید. از حضرت علی و عبدالله ابن عباس و دیگر مفسران روایت است که در تفسیر این آیت گفتند یعنی به همسران و فرزندان خود علم و ادب آموزید، آنان را به سوی طاعت خداوند فراخوانید و از معصیت خدا باز دارید تا از آتش جهنم نجات یابید. به امید تربیت و تعلیم نسل سالم در حفظ و امان خداوند باشید.